салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи таҳаллили сиёсии дунявият ва давлатдории миллиро пешкаши шумо мегардонем. аз таҷрибаи таърихӣ ва пешрафти ҷомеаи муосир бармеояд ки ҳар як давлат пешрафт ва муваффақияташ аз рушди илм ва пешрафти технологияш аз дуруст истифода бурдани зеҳни созандаи ӯ вобастагӣ дорад. 3 майи соли 2024 вохӯрии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маориф баргузор гардид, роҳнамо барои бунёди созандагии илму маърифат ва дурнамои илм мавқеъгузорӣ карда мешавад. маҳз ба хотири таҳлил ва баррасии нақши вохӯрии таърихии пешвои миллат бо аҳли илм ва маориф барои таҳлил ва баррасии ин мавзӯъ ба студия даъват намудем доктор илмои филология, декани факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Сироҷиддини Эмомалӣ ва номзади илмои ҳуқуқшуносӣ, мудири кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назороти прокурории факултети ҳуқуқшуносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Маҳмудов Иззатулло. Мехостам доир ба мақсад ва мароми вохӯрии ки таърихи 3 майи соли 2024 баргузор гардид андешаи худро иброз менамудед. تشکر زیاد در حقیقت چون که به همه ما معلوم است واقعا در قطار پیام هایی که توسط همه ساله با تشبث رهبر دولت با مردم کشور طریق پیام هایشان اندیشه و فکرشون ابراز میکنند. خوشبختانه امسال نیز رهبر دولت پیشوای معظم کشور تاریخ 3 می سال 2024 با اهل علم و کارمندان ساحه معارف واخوری گذرانید و طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی و اینچنین طریق وسایل اخبار عامه این سخنرانی رهبر دولت پهن گردید. واقعا در همین واخوری که با کارمندان ساحه علم و اهل معارف کشور برگزار گردید از روی 3 مسئله در اون 3 نقش پیگیری شد. یک مسئله نتیجه گیری، دوم تحلیل و دورنمای امین ساحه در اونجا موردی بررسی محاکمه قرار گردید و واقعا هدف از این برگزاری برای ما خصوصا برای ما کارمندان ساحه معارف و اهل علم کشور گمان میکنم که یک تکان جدی است، چون که در این واخوری که رهبر دولت ارائه کردن در این واخوری تمام پهلوهای برد و باخت هم علم هم معارف کشور در اونجا مورد تحلیل بررسی قرار گرفت و گمان میکنم که بعد از این واخوری که رهبر دولت برگزار کردن ما رو وادار کرد که اون مسئولیتی که پیشتر داریم باید که از این باز جانبتر کنیم. تشکر. در واقع وقتی با سخنرانی‌های پیشوای ملت نظر میکنید مقصد و مرام سخنها یعنی که بهتر کردن وضع علم بود و امروز ساحه معارف احتیاج به همین گونه واخوری هم داشت. دویر به این اندیشه شما چی است؟ تشکر زیاد. در واقع برگزاری ملاقات نوبتی پیشوای معظم ملت با اهل علم و معارف کشور سنه 3 می سال جاری البته یکی از واقعه‌های فرحبخش برای ما کارمندان بخش علم محسوب می‌یابد. در جریان ملاقات و صحبت پیشوای ملت با اهل علم و معارف کشور یک صحبت سازنده، یک مکالمه آزاد آید به وضع کنونی پرابلم‌های جای داشته در نزد علم و دورنمای پیشرفت علم با اهل علم کشور مسئله گذاری کردند و باید گفت که مسئله دستگیری رشد و پیشرفت علم، تربیت کردن کادرهای علمی، تأمین پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق مملکت، تکیه به دستاوردهای علمی از روزهای اول استقلال دولتی در محور سیاست حکومت مملکت خاصتا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. بنابر همین ما از آن شاد و سرفرازیم که دوام سالهای استقلال دولتی رهبر دولت پیوسته و همیشه به علم توجه خاصه ظاهر میکند و تاریخ انسانیت رشد و پیشرفت دولت‌های مترقی عالم نشان میدهند که آنها محض تنها تکیه به دستاوردهای پیشرفته علمی به این دستاوردهای بزرگ در ساحه استحصالات و تأمین
شرایط روزافزون اهالی موفق گشتند. بنابر همین توجه به واسطه رهبر دولت با اهل ضیا، با اهل علم، اهل معارف شهادت روشن آن است که دولت تاجیکستان از روزهای اولی کسب استقلال دولتی محض علم را همچون عامل پیشرفت دولت تاجیکستان معین کرده است و تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت دوام سالهای استقلال دولتی شهادت روشن این گفته‌هایند. اکنون سوال با وجود می آید که چرا محض در شرایط کنونی رشد دولتداری رهبر دولت پیشوای ملت مخصوصاً توجه به علم و دورنمای علم ظاهر کردند. باید گفت که این پیش از همه پیوندی دارد با دستاوردهای بزرگ علمی و پیشروی‌هایی که امروز در شرایط جهانی‌شوی در اقصای عالم روی کار آمده ایستاده است. یعنی امروز انسانیت، دولت‌های مترقی عالم توانستند که علم را بر خدمت خویش قرار دهند و رشد و پیشرفت دولت‌های متمدن دنیا شهادت روشن آن است که امروز علم به یک قوه بزرگ استحصالی تبدیل یافته است و بنابر همین رهبر دولت در همین واخوری با مسئله های زیرین توجه ظاهر کردند. اولا با مسئله بلند برداشتن تفکر تکنیکی عالمان، اهل ضیا و مردم تاجیکستان، زیرا امروز طوری که ما و شما شاهد هستیم رشد حیات انسانیت را به تکنیک معاصر، به دستاوردهای تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی تصور کردن امکان ناپذیر است و بر اثر جهانی‌شوی البته در کشورهای عالم تحولات‌های خیلی عظیمی در بخش تکنولوژی روی کار آمدند و البته ضرور است که امروز عالمان و دانشمندان ما نیز جهانبینی نو داشته باشند و تفکر تکنیکی آنها بالا باشد و توانند که علم را در خدمت دولت و مقصد رشد جامعه و خدمت مردم قرار داشته باشند. مسئله دیگر ارتباط دارد با تربیت کردن کادرهای دارای درجه و عنوانهای علمی. رهبر دولت البته با تحلیل خیلی عمیق اشاره کردند که امروز در جمهوری تاجیکستان بیش از 5900 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی هست که البته چنین طلبات، چنین رقمها در حال حاضر قانع کننده نیستند و دستور سفارش‌های مشخص جهت باز هم افزون کردن شماره کادرهای علمی دادند. مسئله دیگر ارتباط دارد با مسئله آموزش بلند برداشتن فعل‌های طبی، ریاضی و دقیق. طوری که تجربه جهانی نشان می‌دهد امروز دولت‌های علاهده محض تکیه به همین ساحه‌های علم، فن‌های دقیق، ریاضی، طبیعی توانستند که با دستاوردهای بزرگ علمی استحصالی موفق شوند و دوام چند سال اخیر در جمهوری تاجیکستان است با این مسئله توجه خاصه ظاهر می شود از جانب رهبر دولت و 20 ساله آموزش فن‌های دقیق ریاضی اعلان شده است. این با آن خاطر است که البته هر یک ساحه علم در نزد جامعه وظیفه خود را دارد. مثلا علم‌های گومانیتری البته به مقصد تربیت انسانی کامل نگرانیده شدند. فن‌های علم‌های جامعه شناسی برای حل مشکلاتی که در جامعه جای دارند، ولی یک از وظیفه‌های همین علم‌های دقیق ریاضی با آن نگرانیده شدند است که آنها قدرت امکان دارند که البته به استحصال و تولید مال، یعنی نتیجه های دستاوردهای همین علم میتواند که باعث اختراعات، باعث تولید مال و پیشرفت ساحه‌های اقتصادی ملی گردند. بنابر همین با در نظر داشت اوضاع کنونی جامعه و جهان رهبر دولت علم را البته در محور سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان قرار دارد. از اهل علم معارف دعوت به عمل آوردند که
با کارهای ارزشمند علمی تحقیقاتی شغل داشته باشند که آنها اولویتناک باشند با مسئله های معاصر جامعه جهانی نگرانیده شدند. مسئله های هستند که به رشد اقتصاد سبز، انرژی سبز، رقمی کنانی اقتصاد کشور ارتباط دارند و از همه مهم نباید فراموش ساخت که علم عامل اساسی به سعادت و خوشبختی رسیدن مردم تاجیکستان است و بنابر همین دعوت راهبر دولت مسئله گذاری کردن در نزد عالمان نیست به همون خاطر است که اکنون ما باید با استفاده از تمام نیرو و امکانات جای داشته با تحقیق مسئله های سر و کار بگیریم که در واقع توانند برای پیشرفت دولت تاجیکستان خدمت کرده باشند. تشکر. در واقع استاد اگر به تاریخ گذشته خیش نظر افکنیم، گذشتگان ما همیشه به علم توجه داشتند و آنها در آسیاب معرفت جهانی آب ریختند و همیشه برای پیشرفت علمی دنیا سهمگذار بودند و امروز نیز این سیاست دوراندیشانه پیشوا ملت به این نگرانیده شده است. در آغاز سخنرانی خیش تاکید نمودند که ما باید دانیم که علم ما برای پیشرفت جامعه ما چی کرده ایستاده است و چی کارهای باید به سامان رسانیم و همین سیاست پیشگرفته پیشوای ملت در رشد و نموی تمام ساحه‌های علم که به نفع انسانیت است بر رشد دولت‌داری ملی زمینه می‌گذارد نگرانده شده است. می‌خواستم باید به دستاوردهای دوران استقلال که برای پیشرفت علم در سیاست انسان محورانه یا عدالت پرانه پیشوای ملت گذاشته شده است اندیشه خود را ابراز می‌داشتید. طوری که اشاره کردیم در مسیر سالهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت مملکت برای رشد و پیشرفت ساحه علم کارهای ارزشمند انجام داده شدند. البته باید گفت که خود علم چیست و چی اهمیت دارد و برای پیشرفت جامعه چی خدمت‌های را میتواند انجام دهد. باید گفت که علم این یک شکل فعالیت انسانی است. علم یک شکل شعور جمعیتی است. وظیفه اساسی علم نگرانیده شده است به کار کرد تحقیق مسئله های علمی و رسیدن به خلاصه های علمی به مقصد درک عالم، طبیعت و دیگرگونی هایی که در حیات انسانی روی کار میان به مقصد به دست آوردن دانش های واقعی عاید به حقیقت است. البته زمانی بود که انسانیت در زیر تاثیر جهانبینی که به اساطیر اسطوره اساس میافت قرار داشت، ولی با مرور پیشرفت دولتداری البته زمینه‌های معینی پیشبرد کارهای علمی، پیشرفت شعور و جهانبینی روی کار آمدند. بنابر همین البته علم امروز قدرت دارد، توان دارد که برای رشد و پیشرفت دولت تاجیکستان خدمت نماید و در سالهای استقلالیت دولتی برای تأمین رشد منظم ساحه علم، دستگیری کارمندان علمی خدمت‌های خیلی بزرگ از جانب حکومت مملکت انجام داده شده است. از جمله در برآمد خویش راهبر دولت اشاره کردند که در مسیر سالهای استقلال دولتی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 1 میلیارد 607 میلیون سومانی برای رشد و پیشرفت علم مبلغ‌گذاری شده است و همزمان اشاره کردند که اگر سال 1992 در آغاز سالهای استقلال دولتی همگی 58,000 سومانی مبلغ جدا شده باشد، پس این رقم سال 2023 با 180 میلیون سومانی و حالا حاضر در سال 2024 در بودجه کشور 225 میلیون مبلغ سومانی پیش بینی کرده شده است. و گذشته از این البته ما خوب در یاد داریم که سالهای اول استقلال دولتی البته سالهای آرام نبودند، بر اثر مداخله خواجگان خارجی اوضاع کنونی کشور ناآرام بود و البته
این تا یک اندازه مثلا تنها شروع بعد از سالهای 2000 ما امکان پیدا کردیم که با کارهای آبادانی و سازندگی و از جمله تقویت ساحه علم توجه بیشتری ظاهر کنیم. امروز از جانب دولت تاجیکستان مکافات دولتی برای کارمندان ساحه علم با نام ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، کارمند شایسته تاجیکستان تأسیس داده شده است و همزمان آنهایی که در ساحه کارهای علمی تحقیقاتی به دستاوردهای بزرگ علمی موفق میشوند با یک قطار جایزه ها از جمله جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف، جایزه تأسیس داده حکومت مملکت برای عالمان جوان به نام اسماعیل سامانی، جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا، جایزه دولتی در ساحه علم‌های ریاضی و طبیعی، جایزه به نام باباجان غفورов. یعنی همه این جایزه ها نشان هوسمندی قدرشناسی حکومت مملکت است که البته برای رشد و پیشرفت علم یک تکان جدی به میان میارد. بنابر همین ما عالمان از چنین دستگیری های حکومت مملکت با رهبر دولت پیشوای ملت عرض سپاس بی‌پایان اظهار می نماییم، زیرا چنین عامل هوسمندی و دستگیری ما اهل علم و معارف اهل ضیا را الهام تازه می بخشد و ما را با انجام دادن کارهای ارزشمند علمی تحقیقاتی هدایت می سازد. همزمان رهبر دولت در آغاز صحبت خویش به تفصیل دستاوردهای حکومت مملکت را اشاره کردند و تاکید گردید که تنها در زمان استقلال دولتی 3900 مؤسسه تحصیلات تعلیمی تیپ نو ساخته به استفاده داده شدند. شماره مؤسسه تحصیلات عالی از 13 و 47 عدد رسانیده شد. شماره دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی باشد بیش از 200,000 به 225,000 رسانیده شد و همه این البته شهادت روشنی غمخواری های حکومت مملکت در ساحه علم به حساب می رود و به مقصد تقویت زمینه های حقوقی ساحه یک قطار سندهای معیاری حقوقی، قانونهای دخلدار، استراتژی ها تهیه و قبول کرده شدند که البته برای رشد و پیشرفت ساحه علم سهمی ارزنده میگذارد. دویر با نقش علم در پیشرفت مفکوره ملی، در پیشرفت شناخت انسانیت چه اندیشه دارید؟ در برابر اون دستاوردهایی که در اینجا استاد محترم ذکر کردن، من همین اضافه کردنی هستم که برای پیشرفت رشد علمی کشور رهبر دولت از دوره اول همون صاحب استقلالی تمام چاره‌ها را اندیشیده است، بخصوص در مثلا برای دستگیری کردن کارمندان ساحه اهل ایجاد تأسیس دادن در اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان تأسیس دادن جایزه ادبی به نام استاد ترسونزاده، به نام استاد لاهوتی و همزمان در شهر ولایت و ناحیه ها تأسیس دادن استیپندیه های رئیس شهر، رئیس ولایت و به همین مانند تأسیس دادن استیپندیه پرزیدنتی برای مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی و تأسیس دادن جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی نیز گمان میکنم که از آن همین تشبس‌های پیشوای معظم کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. در حقیقت در مورد اونی که علم با استحصالات همین گفتنی هستیم که ببینید که ما با تشبس رهبریت عالی کشور تأسیس دادن یک قطار آزمون‌های تخصصی و فنی هم میگن در بغیر از همون المپیادهای آزمون جمهوری که هست. گمان میکنم که انا همین هم یک نشانه انا همون نزدیک شدن خود علم در استحصالات و مانند مثلا تأسیس دادن آزمون علم فروغ معرفت که به واسطه برای انا همون اختصاصمندان یا تخصصمندان ساحه علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی می باشد. این چنین تأسیس دادن آزمون فروغ صوبه دانایی تاجیکستان وطن عزیز من، خب اینو همش گمان میکنم که انا همین یکی از انا همون نشانه‌هایی هست که برای پیدا کردن هم جوانان آینده برای علم کشور خدمت میکردگی و هم انا همون نشانه‌هایی هست که برای دستگیری کردن اهل
علمی کشور می باشد. به واسطه پیشوای ملت تاکید کردند که یگانه راه نجات جامعه از این برخورد منفعت‌هایی که به مثل طور ارکبوت جامعه را فرا گرفته است، تنها علم سازنده میتواند جامعه را از خرافات، ملت را از پراکندگی و دولت را از نابودی نجات دهد. میخواستم دویر به نقش علم در پیشگیری جهالت خرافات اندیشه خود را ابراز مینمودید. خب در واقع شما با مورد اشاره کردید که اوضاع کنونی جامعه جهان زود تغییر یابنده و پیشگویی نشونده باقی میماند و راهبر دولت ضمن واخوری با اهل علم و معارف و عموما در تمام ملاقات های خویش تاکید می سازد که امروز بشریت با یک قطار پروبلم مهم گلوبالی روبرو شده است و البته به مثال منفعت های ابد قدرت ها به خاطر از روند از نو تقسیم کنی دنیا، جنگ سرد، مسلح شوی با شتاب، صادر شدن جنایت های بین المللی فراملی، جنایت های کیبری، اکستریمیزم، تروریسم از آن عامل های هستند که امروز با امنیت جهان و امنیت هر یک دولت تهدید و خطر دارند و راهبر دولت اشاره کردند که در چنین شرایط گسترش روند جهانی شوی همان دولت های می توانند بقای خود را نگاه داشته باشند، هستی خود را نگاه داشته باشند اگر شهروندانی با سواد، با علم و دانش، با معرفت داشته باشند و با همین مثلا نیز در جمهوری تاجیکستان از زمان استقلال دولتی توجه بیشتر ظاهر کرده می شود و راهبر دولت پیوسته تاکید می سازند که بیسوادی، خرافات این جهالت است، جهالت این بدبختی است و مردم را به بدبختی آورده می رساند. بنابر همین یگانه وسیله عامل مقاومت و مبارزه با خرافات، بیگانه پرستی، ارتجاع پرستی، روی آوردن بر رویه های تندروی این البته علم و معارف است و راهبر دولت پیشوای محترم ملت اشاره کردند که امروز علم عامل اساسی رشد و پیشرفت دولت و عالمان سرمایه بزرگی ذهنی مملکت به حساب می رود. بنابر همین با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق اهالی، بلند برداشتن دانش و سواد شهروندان در مملکت کارهای بزرگ انجام داده شدند و باز هم راهبر دولت تکرارن از اهل علم و معارف خواهش کردند که با مقصد بالا بردن معرفت شهروندان، بالا بردن حس مسئولیت، با سواد گرداندن آنها تدبیرهای مشخص اندیشیدند. زیرا اگر شخص با سواد باشد، صاحب دانش و عقل و معرفت و کسب و کار باشد، طور پیشوای محترم ملت ذکر کردن، در تمام گوشه و کنار دنیا می تواند که صاحب جای کار شود. ولی محض بیسوادی، دور ماندن از علم و معرفت باعث اساسی گرویدن جوانان ما به گروه های افراطی و تندرو می شود و یک مسئله را مخصوصا اشاره کردن در کار است که شایسته تاکید خاص است که روز 9 مارس سال جاری پیشوای ملت در واخوری خویش با فعالان جامعه، نمایندگان دین این مسئله را بسیار با تفصیل شرح و توضیح دادند. عامل‌های اساسی رو آوردن جوانان کشور را به خرافات، بیگانه پرستی تأکید ساختند، راه‌های برطرف کردن آن را نشان دادند و از اهل علم، خادمان دین دعوت کردند که کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را در این سمت وسعت دهند. و وقتی که شخص از علم و معرفت
دور میماند حتما به جهالت داده می شود یا اینکه به آن اندیشه های باور میکند که هیچ اساس علمی ندارند، خشک و خالی هستند. و راهبر دولت در همین ملاقات با نمایندگان اهل دین اشاره کرد که تحلیل جامعه های مسلمانی نشان میدهد که مثلا در مثال کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، مالزیا، آنها تکیه به دستاوردهای معاصر علمی تکنیکی به دستاوردهای بزرگ علمی موفق شدند. امروز عالمان کائنات را فتح کردند، سطحی بیاسفیر آموخته شد و علم اینقدر قدرت بزرگ دارد، در حالی که بعضی جوانان ما رو به جهالت و به خرافات میارند. بنابر همین ما نیز بر آن نظر هستیم که علم، معرفت، دانش، بلند برداشتن تفکر علمی شهروندان این وسیله اساسی مقاومت و خرافات و بیگانه پرستی بوده. تنها علم در شرایط امروزه قادر است که دولت ما را به پیشرفت‌های بزرگ کامیاب کند. تشکر. در واقع در ساختن مفکوره جامعه اهل زیاد باید سهمگذار باشند. اهل زیاد موظف هستند که برای رشد دولتداری ملی مفکوره جامعه را با نظر و اندیشه‌های سازنده که برای آیندگان یک ملک آباد و زیبا باقی بماند باید آماده کنند. سبب به هر گونه رویه و گروه‌ها پیوست شدن جوانان این اول نداشتن مفکوره سازنده، بعداً پس بودن صفت علم باشد، از طرف دیگر این بی‌طرفی اهل جامعه است. برای پیشگیری همین گونه کردارها به اهل زیا، به نفرانی که مسئولی سازنده مفکوره جامعه هستند، چی مصلحت و پیشنهادات داده میتوانید؟ در حقیقت جهانی شوی در قطار بسیار عامل‌های مثبت خود بعضا پیامدهای نامناسب هم آورد برای جامعه جهانی و در سخنرانی که روز تاریخ سیم برگزار گردید، راهبر دولت ما نیز یک اشاره از سالهای 90 عصر 20 کردند و گفتند، در آنجا اشاره کردند که واقعا من همین آگاه نبودن جامعه ما هم نداشتن دانش، مثلا زیرکی، همیشه راهبر دولت تاکید میکنند که همین زیرکی سیاسی را ما باید از دست ندیم و کم همون سالهای 90 با اون خاطر راهبر دولت اشاره کردند که در اونجا بعضا از بسیاری چیزا آگاه نبودیم ما. البته ما هم را نگار کردن نیستیم، لیکن به هر حال همین اشاره هم شد و ببینید که پیشوای معظم کشور برای از همین ورطه برآوردن مثلا جامعه ما تاجیکان بابا جان غفورов را هدیه کردند تا اینکه دانند که مثلا تاریخ گذشته ما چگونه بود و ما باید چگونه درس عبرت گیریم. و همزمان گمان میکنم که در همون سیمپوزیوم بین المللی که بخشیده به سالگرد بابا جان غفورов، علامه بابا جان غفورov برگزار کرد و پیشنهاد راهبر دولت هم که مثلا شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را چاپ کرده، دسترسی هر یک خاندان کردنم. همین چیزا من گمان میکنم که باعثی از همین خطرهای پیشکی ایمن شدن جوانان نیز یک تاثیر مثبت دارد. تشکر. در واقع پیشوای ملت در برابر موفقیت و پیشرفت ساحه علم از بی‌طرفی اهل زیا اظهار نگرانی کردند. محض بی‌طرفی آنها باعث گردید که جامعه به خرافات زده شود، جامعه خرافاتی شود. به اندیشه شما برای بهتر کردن وضع امروزه علم کدام کارها را به شما رساندن موافق و مقصد است؟ خب، تشکر زیاد. راهبر دولت فراموش نباید کرد که ضمن برآمد خویش اشاره کردند که ملت تاجیک از زمان پیدایش در تاریخ بیش از 6000 ساله خویش همچون ملت تمدن آفر، فرهنگ سالار، صاحب دیوان شناخته شده است و فرزندان ملت تاجیک در مسیر تاریخ اساسگزاران علم‌های مختلف دنیا از قبیل ساحه طب، هندسه، ریاضی، الهیات، نجوم، استرونومیا، فیزیکا،
و دیگرها شناخته شدند که در رشد پیشرفت تمدن جهانی سهمی ارزشمند خود را گذاشتند و دعوت ساختند که از اهل علم معارف که ما میراثبران همان بزرگان گذشته خود باید امروز توانیم علم تاجیک را همچون وسیله اساسی تأمین پیشرفت دولت و معرفی تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی معرفی نماییم. رهبر دولت در قطار تحلیل های مشخص همزمان به بعضی مشکلات جای داشته اشاره کردند و از اهل علم و زیا دعوت کردند که برای مسئله ها توجه خاصه ظاهر کرده شد. مسئله از همه مهم این انتخاب، تربیه و جابجا کردن کادرهای ارزنده علمی است. همه ما میدونیم که عامل اساسی حل همه مسئله این متخصص است. اگر در همون ساحه شخص ارزشمند متخصصی ساحه فعالیت کند، البته عامل پیشرفت ساحه به حساب می رود و بنابر همین رهبر دولت از مشکلات جای داشته در سمت تربیه عالمان جوان اشاره کردند و از عالمان مملکت، از راهبران علمی این عالمان جوان طلب کردند که در مسئله تربیه عالمان جوان و جوانانی که در واقع تفکر سازنده علمی و تکنیکی دارند خدمت نمایند. همچنین بعضی از باب مشکلات در فعالیت شوراهای دیسرتاسیونی اشاره کردند و دستور سفارش‌های مشخص با مقصد تقویت فعالیت شوراهای دیسرتاسیونی پیشنهاد کردند. مسئله دیگری که رهبر دولت توجه خاص ظاهر کردند این انتخاب موضوعهای اولویتناک، آن موضوعهایی که در واقع امروز قادر است که استحصالات ما را پیش برد، مال تولید کند، مالهای نیاز اولیت تولید کند. یعنی علم تاجیک امروز باید قدرت داشته باشد که پیش راه واردات را گیرد و برعکس قابلیت صادراتی دولت تاجیکستان به خارج کشور افزون نماید و همزمان از بعضی مشکلات تیار کردن کادرهای دارای درجه و عنوان علمی اشاره کردند و خاصتا نسبت به مسئله آن عالمانی که از حساب مبلغ‌گذاری دولتی مبلغ‌گذاری میشن ولی متاسفانه در مهلت‌های معین شده رساله‌های نامزدی، دکتری، رساله یعنی دکتر از روی اختصاص دکترانتوری پیشدی رهبر دولت اشاره کردند و البته این مشکل‌ها جای دارند و جهت بهداشت وضع دستورهای مشخص دادند و اینجا البته می‌سازد یک مسئله دیگر را مخصوصاً تاکید ساخت. طوری که ما می‌دانیم شروع از سالهای 2005 به این جانب و از 2015 پورا تمام اختصاص‌های عمل کننده مؤسسه‌های تحصیلات عالی به نظام تحصیلات کردیتی گذاشتند و البته نظام تحصیلات کردیتی البته یکی از دستاوردهای بزرگ، یکی از شکل پیشرفته تامین نظام تعلیم است، ولی در برابر دستاوردهای این ساحه البته بعضی مسائل نیز جای دارند که آنها باید که تکمیل داده شوند و از جمله یک مسئله خیلی مهمی که رهبر دولت اشاره کردند این بازنگری و تجدید نظری ساعت‌های تعلیمی، یعنی ساعت سرباری تعلیمی و سرباری علمی. حالا حاضر در نظام تحصیلات کردیتی حصه سرباری ساعت‌های فعالی که آموزگار دارد که و کارهای علمی مشغول است خیلی زیاد است و البته کمی مانع ایجاد میکنند و من باور کامل دارم که این مسئله با کمک و هماهنگسازی مؤسسه‌های تحصیلات عالی و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز حل خود را می‌یابد و عموما آن دستور سفارش‌هایی که پیشوای معظم ملت دادند آنها نه برای محاکمه بلکه برای اجرا هستند. تشکر. یادآور میشیم همصحبت ما بودند دکتر علم فیلولوژیا پروفسور سراج‌الدین امامعلی و نامزد علم حقوق‌شناسی دادسن محمود فیضت الله. خیر تا برنامه‌های دیگر با امید حفظ استقلالیت از جانب هر تاجیک و تاجیکستانی.